تا حالا شده بخوای یه درس یا یه مهارت رو یاد بگیری اما هنوز 5 دقیقه نگذشته حوصله‌ات سر بره؟ یا حتی قبل از اینکه شروع کنی مغزت 1000 تا دلیل بیاره که ولش کن، الان زمانش نیست یا حتی بعداً؟ اگه اینجوری هستی بدون که تنها نیستی. میلیون ها نفر همین مشکل رو دارن و نکته مهمتر اینه که موضوع تنبلی نیست، موضوع الگوی مغزته. مغز بعضیا با هیجان، تنوع، سرعت و چالش روشن میشه. به همین دلیل وقتی یادگیری خوش باشه سریع خاموش میشه. امروز میخوام بهت بگم یادگیری برای آدمای بی‌حوصله هم شدنیه. فقط باید روش مخصوص خودشون رو بلد باشن. پس سابسکرایب یادت نره. بخش اول، مغز آدمای بی‌حوصله چطور کار میکنه؟ مغز آدمای بی‌حوصله معمولاً 3 ویژگی داره. 1. دنبال تحریک لحظه‌ای هستن. اگه چیزی سریع نتیجه نده، ذهن ردش میکنه. برای همین گوشی، ویدیوهای کوتاه، حتی بازیهای جذاب همیشه جذاب‌ترن. از کارهای بزرگ میترسن. نه اینکه واقعا بترسه، مغز فقط میگه خیلی بزرگه، الان نه. 3. وقتی هدف مبهمه انرژی تولید نمیکنه. اگه ندونی چرا داری یاد میگیری شروعش سخت میشه. تأخیر، اهمالکاری، پاس دادن کارها و حتی یه احساس بد. من آدم یادگیری نیستم. ولی حقیقت اینه تو آدم یادگیری هستی، فقط روش یادگیریت اشتباهه. بخش دوم، 5 تکنیک طلایی برای شروع یادگیری حتی وقتی 0 حوصله داری. 1. قانون 5 دقیقه. به خودت نگو 1 ساعت میخونم. بگو فقط 5 دقیقه شروع میکنم. مغزت نمیتونه با 5 دقیقه مخالفت کنه. و نکته طلایی اینه 90% اوقات بعد از شروع حتما ادامه میدی. میخوای زبان بخونی؟ فقط 1 صفحه شروع کن. نه بیشتر. 2. تیکه تیکه کردن کارها. کارهای بزرگ مغز رو فلج میکنه، پس خردش کن. به جای گفتن میخوام زبان یاد بگیرم، بگو امروز فقط 10 کلمه، فقط 1 درس، فقط نصف ویدیو. 3. یادگیری رو تبدیل کن به لذت. مغز بی‌حوصله به پاداش حساسه، پس یادگیری خشک جواب نمیده. پس راهاش چیه؟ با موزیک آروم یاد بگیر، هنگام یادگیری نوشیدنی مورد علاقت کنارت باشه، بعد مطالعه 5 دقیقه استراحت لذت بخش کن، محیط زیبا، نور خوب، حس خوب رو برای خودت بساز. یادت باشه مغز با لذت روشن میشه. 4. تکنیک شروع سریع. فقط 30 ثانیه بعد از تصمیم شروع کن. اگه بیشتر صبر کنی مغزت شروع به بهانه آوردن میکنه. 5. حذف مزاحم‌ها. آدم‌های بی‌حوصله از همه بیشتر حواس پرت میشن. یه قانون طلایی. گوشی رو پشتت بذار. اگه در دید باشه مغز وسوسه میشه. اگه دور باشه تمرکزت 3 برابر میشه. بخش سوم، بهترین روش‌های عملی یادگیری برای آدم‌های بی‌حوصله. این 3 روش باعث میشن سریعتر و راحت‌تر یاد بگیری. 1. اکتیو ریکال. بازی با مغز. به جای خوندن پشت سر هم از خودت سوال بپرس. مثلا این مفهوم چی بود؟ چرا این اتفاق افتاد؟ مغز عاشق بازیه. این روش یادگیری رو برات جذاب میکنه. 2. روش فاینمن. توضیح دادن به ساده ترین شکل. هر چیزی رو که یاد گرفتی طوری توضیح بده که انگار به بچه داری توضیح میدی. اگه نتونستی ساده توضیح بدی پس خوب یاد نگرفتی. این روش باعث میشه یادگیری تبدیل بشه به خلاقیت. و آدم‌های بی‌حوصله عاشق خلاقیتن. 3. مرور فاصله دار. فراموشی رو تبدیل کن به قدرت. Space repetition یعنی به جای مرور سنگین در فاصله‌های زمانی کم مرور کنی. 3 دقیقه امروز، 2 دقیقه فردا، 1 دقیقه پس فردا. هم کم وقت میگیره، هم عالی میچسبی. تو بی‌حوصله نیستی. تو تنبل نیستی. تو مشکل یادگیری نداری. تو فقط سیستمت اشتباه بوده. مغز تو یه موتور قدرتمنده. فقط باید یاد بگیری چطور روشنش کنی. از امروز به خودت قول بده نه 1 ساعت، نه نیم ساعت، فقط 5 دقیقه. همین 5 دقیقه که شاید فکر کنی ارزش نداره میتونه مسیر زندگیت رو عوض کنه. هیچ کس با حال کردن به جایی نرسیده. همه با شروع کردن رسیدن.
تو هم میتونی و شروعش همینجاست. همین الان. فقط 5 دقیقه. پس لایک و سابسکرایب یادت نره.